برای آخرین بار حکم تتلو اومد اعدام. بخششی در کار نیست. آخرین بار این حکم به دیوان عالیه کشور رفته بود که بنا به درخواست وکیل تتلو مورد فرجام‌خواهی قرار گرفت. مشکلی که هست این سری تتلو به خاطر توهین به مقدسات به اضافه 10 سال حبسی که گرفت. 5 سالم اضاف خورد، یعنی روی هم 15 سال حبس که وکیل تتلو درخواست اعتراض زد. اعتراض به شعبه 9 دادگاه کیفری میره و اونجا رد میشه. همین موضوع باعث شد که بگن حکم اعدام تتلو که تایید شده برای فرجام‌خواهی ممکنه رد بشه. مثل باقی درخواست‌ها دست وکیل تتلو به جای بند نبود. تتلو به خاطر توهین به پیامبر اسلام و مقدسات ترویج، فساد و فحشا همچنین سایت شرطبندی به 15 سال حبس محکوم شد. اما پروندهش اینقدر سنگینه که حکم اعدام هم صادر شد. به نظرتون واقعاً چه حکمی باید بهش بدن؟ این پست رو انقدر دست به دست کنید تا همه نظرشون رو بگن، شاید با حمایت مردم مورد عفو قرار بگیره.